پسرم، از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که میخواهد به تو نفعی رساند ولی دچار زیانت میکند. از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می‌دارد. از دوستی با بدکار بپرهیز که با اندک بهایی تو را می فروشد. و از دوستی با دروغگو بپرهیز که او به سراب ماند که دور را نزدیک و نزدیک را دور می نماید. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام.